حکومت، مردم، منافع ملی، حقوق فرد جامعه. فراتر از اینها موجودیت جغرافیایی به نام ایران. شاید رسمینه یه روزنامه‌نگار بگه درباره اینا نظری نداره، اما مرز بی‌طرفی در دنیای امروز، در دنیای ما مردم ایران کجاست؟ من بی‌طرف یا با طرف صدای شما خواهم بود. حرف آخر با من پوریا زراعتی. جناب شفاف، مرسی از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید. مطلبی تهیه کردید، حدود 4 سال پیش با هم صحبت می‌کردیم. اولین بار که این مطلب رو نوشتید برای من ارسال کردید تحت عنوان ایران میان چکش و سندان. موضوع مقاله شما هم نقش شوروی و بعد روسیه در تحولات داخل ایران هست. در این یادداشت اشاره کردید که ایران امروز رسما مستعمره شوروی سابق یا مستعمره روسیه هست. چرا؟ برای این کار باید یه خود برگردیم به عقب، از زمان پتر کبیر که هنوز روسیه تزاری بود. پتر کبیر جزو توصیه‌هایی که کرده بود این بود که روسیه موقعی به حد اکثر قدرتش میرسه که پا در آبهای گرم داشته باشه. آبهای گرم هم نزدیکترین و بهترینش مال خلیج فارس بود در ایران. در اون موقع هنوز صحبت نفت نبود و بعدش وقتی که نفت پیدا شد در زمان جنگ دوم به بعد نفت پیدا شد، خب این آبهای گرم یه مزایای دیگه هم پیدا کرد و خوشخوراک هم شد تقریبا. و از اونجا شروع شد اینه که شوروی که اون موقع شوروی کمونیستی بیشتر و بیشتر بخواد سعی کنه که ایران رو به نحوی تحت اشغال خودش در بیاره و ببره پشت پرده آهنین. یعنی در کاری که میخواست بکنه این بود که نمیتونست به ایران حمله کنه، ولی در زمان استالین اگه خاطرتون باشه همه میدونن که شوروی و استالین از طرف شوروی و انگلیس‌ها با هم دیگه قرارداد بستن، تعهد کردن که ایران رو نصف کنن، شمال و روسیه نوش جان کنه و جنوب و انگلیس. و اگر آمدن رضا شاه کبیر و کسانی مثل فروغی که نخست وزیرش بود و جزء میهن پرستان واقعی ایران بود نبودند، خب ایران از بین رفته بود و شده بود نصف بین تقسیم بین اینا. همین نقش رو آقای فروغی سال 1320 هم به هر حال ایفا کرد، زمانی که سلطنت رو در واقع اون گذار از سلطنت بود از رضا شاه به محمد رضا شاه. چون که استالین همونطور که گفتین تلاش داشت این کارو بکنه. استالین تلاش داشت. ارتش شاهنشاهی به هر حال اون خنثی کرد. استالین تلاش داشت این کارو کنه. ارتش شاهنشاهی رفت به تبریز و اونجا رو آزاد کرد از گروه فرقه دموکرات و پیشروری و غیره، ولی اینا باقی مونده اون بودن که به اصطلاح استالین در ایران گذاشته بود که اونجا رو مستقل اعلام کنه و بعد خورده خورده وصل کنه به جمهوری خودش و خورده بیاد به پایین. خب حالا برسیم به بیشتر تحولات 10-15 سال اخیر قبل، یعنی آخر ما قبل انقلاب، زمانی که ایران در مسیر اون پیشرفت و ترقی و یعنی از اوایل دهه 40 شمسی تا سال 57. به محض اینکه پادشاه در جاش مستقر شد و تونست کنترل امور رو از خودش بگیره، با که واقعا دوراندیشی خیلی خاص خودش که این روزها ما هرچی میگذره بیشتر متوجهش میشیم که چقدر از زمان خودش جلو بوده، تونست یواش یواش یه تعادل درست کنه بین غرب و شرق. ولی کماکان همونطوری که محمد رضا شاه در خاطراتش چند بار اشاره کرده، همیشه میل به بلعیدن ایران داشته و هیچ وقت این میل از بین نرفته. خب این رو موضوع گفتگو همین هست. این میل در کجا خودش نشون داده که شما در یادداشتتون بهش اشاره کردید؟ خب شوروی در زمان محمد رضا شاه پهلوی کماکان در این حال که پادشاه ایران باشون روابط بسیار خوبی درست کرده بود، کماکان از اینه که امریکا در ایران جاپای قوی داشت راضی نبود، برای اینکه براش سخت بود که در جبهه جنوبیش یک پایگاه نه ولی خب نیروهای امریکایی به صورت مشاور غیره باشن و ایران هم هر روز به روز از نظر نظامی قوی تر بشه. یعنی اصلا حکومت مستقر به هر حال متحد امریکا بود در منطقه. حکومت مستقل خبر. خب یه مسائلی هم هست که خودتون هم اشاره کردید در یادداشتتون که هیچ وقت هم غافل نشد از اینکه از جریان‌های چپ حمایت بکنه. حالا علیرغم اینکه اینها دیگه فعالیتشون قانونی نبود، حزب توده یا چریک‌های فدایی خلق یا هر حال سازمان مجاهدین حتی تا حدودی به هر حال گرایشات چپ داشتن، اینا هیچ وقت از ارتباط با اینا غافل نشد. روسیه هیچ وقت غافل نشد. در زمان حکومت دکتر محمد مصدق به عنوان نخست وزیر
خب حزب کمونیست بسیار تو ایران رشد کرده بود و خیلی علنی فعالیت میکرد و در عمل آرزو داشت، امیدوار بود که وقتی مصدق بتونه همه چی دست خودش بگیره، اینا مصدق بذارن کنار و یه حکومت کمونیستی در ایران سر کار بیاد. که خب بعد با 28 مرداد خوشبختانه برای ایران این معادله به هم خورد. حتی تا اواخر هم همینطور بود، یعنی حتی تو دهه 50 هم شوروی حمایت می‌کرد از شاه. کماکان شوروی همیشه این سعی می‌کرد، یعنی این بازی رو می‌کرد که از یه ور با پادشاه ایران به قول معروف لاس می‌زد و از طرف دیگه سعی می‌کرد که همیشه جاپای خودشو تو ایران نگه داره برای روز مبادا. رسیدیم به اون روز مبادا، اون انقلاب اسلامی 57 که همه چیز رو به هر حال دچار تحولات اساسی و بنیادین کرد در جهت منفی قاعدتاً. نقش شوروی در بحبوحه انقلاب، یعنی از زمانی که خمینی در عراق بود و بعد به پاریس رفت و بعد وارد ایران شد تا تحولات به هر حال مربوط به گروگانگیری سفارت که شما در یادداشتتون اشاره کردید، توی اون 1 سال و خوردی 2 سال نقش شوروی دقیقاً کجای این تحولات قرار می‌گرفت؟ شوروی در زمانی که تحولات ایران شروع شده بود، سرصدا زیاد شده بود، من در یعنی اواخر 56 من در این دیگه اشاره کردم، در همون نوشته که با اینا در عمل کشورهایی که با هم دیگه توافق کردن برای اینکه ایران باید که عوض بشه رژیم در ایران، یکیش هم شوروی بود، جمع ازداد یعنی امریکا و شوروی و بعد چند کشور دیگه که اون یه بحث جداگونه‌ایه. شاهکار این قسمت این برنامه به جای رسید که اینها در یک زمانی تصمیم گرفتن که یا حالا یا هیچ وقت، و آقای آندری گرومیکو که یک سیاستمدار خیلی بزرگ شوروی بود و تمام رؤسای دنیا رو خوب میشناخت، وزیر خارجه، بله، و همین که پادشاه ایران خیلی خوب میشناخت و از نزدیک باهاش چندین بار با هم دیگه مراوده داشتن و صحبت داشتن، این تصمیم گرفت که تصمیم نگرفت، سعی کرد با بقیه هیئت رئیسه شوروی برنامه تنظیم بکنه که شاید بتونن کاری رو که هیچ وقت نتونستن، آرزو داشتن ولی نتونستن انجام بدن، یعنی بریدن پای امریکا از ایران بود و شاید بتونن انجام بدن. خب استنادتون این اشاره کردید به این وزیر خارجه که این تلاش داشت میکرد به کجاست؟ یعنی سندهای تاریخی هست، کتابایی است؟ بله، ببینید یه سری اسناد بعد از فروپاشی شوروی پیدا شد از مال KGB و مهمتر از اون و با تعجب زیاد مال استازی آلمان شرقی. مقداری از این اسناد لو رفت و جز این اسنادی که لو رفت من به چند تاش تونستم دسترسی پیدا کنم که راجع به همین تحولات مربوط به ایران بود تو سال 57 و اشاره البته مستقیم نه غیر مستقیم به پروژه گرفتن سفارت امریکا و خارج کردن امریکایی‌ها از ایران در همون نشستایی که گرومیکو برگزار در همون نشستایی که داشتش. این نشستا ولی اینو طبیعتاً به امریکایی‌ها نگفته بودن دیگه، یعنی اون زمان ولی چون که در یک مقطعی توی کتاب‌های مختلف از شما خودتون اشاره کردید که حتی امریکا و شوروی با هم توافق کرده بودن که این انقلاب باید رخ بده. امریکا و شوروی با هم توافق کرده بودن برای اینکه زمان رفتن شاه پیش اومده و چاره‌ای نیست. قبل از اینکه برسیم به اون بریدن پای امریکا از ایران که بخش بزرگی از یادداشتتون هست که بهش خواهیم پرداخت، شما خودتون اون روزها طبیعتاً یادتون هست پدرتون دکتر شجاع‌الدین شفا از نزدیک تحولات رو دنبال می‌کردن، با خود اعلیحضرت در تماس بودن. خیلی ها معتقدن اینکه خارجی‌ها به هر حال نقشی داشتن در این تحولات یک تبعون به توطئه هست و به هر حال انقلاب زمینه مردمی در داخل ایران داشت و غربی‌ها وقتی تحولات رو دیدن بعدش اومدن به هر حال پشت خمینی و اینها. شما اون روزها بودید، به بخشی از اطلاعات دسترسی داشتید قطعاً که بقیه نداشتن، با خود پدرتون یا حتی شاید اعلیحضرت صحبت کردید اون روزها. جو دربار اون روزها چی بود؟ یعنی خود نگاه شاه و اطرافیانش به این تحولات چی بود؟ ببینید این خیلی خیلی مسئله حساسیه و مسئله واقعا امیدوارم یه روزی بشه راجع به این خیلی بررسی بیشتر کرد. من توضیح در این مقاله خودم دادم که از زمان گرفتاری ما تو ایران از زمانی شروع شد که به طور واقعی که در پادشاه ایران تصمیم گرفت که به پیشنهاد پدر من تصمیم گرفتن که جشن‌های 2500 سال شاهنشاهی ایران برگزار کنن. این جشن‌ها برای این بود که ایران بتونه به دنیا اعلام کنه که ما 2 مرتبه برگشتیم و می‌خوایم جای پا باز کنیم در دنیای بزرگان و جای خودمون، به تعبیر خودش وارد دروازه‌های تمدن بزرگ بشیم، بله، و جای خودمون رو می‌خوایم پیدا کنیم، جایی که حق ماست. بله.
و خب من خودم خیلی جوان بودم اون موقع، ولی برای من یه غرور عجیبی بود وقتی میدیدم که پادشاه و ملکه ایران در تخت جمشید جلوی 64 رئیس کشور، از امپراتور و پادشاه و ملکه و رئیس جمهور و نخست وزیر و غیره، اینا حرکت می‌کنن و اونا هم پشت سرشون هستن. گفتید در این اتفاق بیمانند بوده در تاریخ که برای یک کشور بقیه کشورها جمع شد. دقیقاً این اتفاق در هیچ زمان تاریخ و در هیچ جا پیش نیامده. یک بار شد در تمام تاریخ دنیا که تمام رؤسای کشورهای دنیا جمع بشن توی یک کشور برای بزرگداشت تاریخ اون کشور. سازمان ملل رفتن خیلی‌ها، ولی برای مسائل دنیوی بوده، نه برای مسائل یک کشور. یک بار شد برای همیشه و اینو ما واقعا یه افتخاری بود برای ایران. و بعد از اون در واقع اون سیاست‌های شاه در جهت اون بلندپروازی‌های سیاسی اقتصادی بود که رسما هم اعلامش می‌کرد دیگه، به خصوص اون جریان کمپانی‌های نفتی که قراردادشون 1970. پادشاه از اونجا به بعد دیگه احتیاج نمیدید که بخواد به اصطلاح با احتیاط رفتار کنه. میگفت ما دیگه جای پامون سفته، ما واسه خودمون کسی هستیم و می‌خوایم جلو بریم، قاطی بزرگا باشیم. از اون زمان بزرگا یواشاش اصلا نگرانی کردن. اول میخندیدن به قضیه، با تمسخر بود. بعد دیدن نه، مثل که قضیه داره جدی میشه و شروع کردن یه خورده نگران شدن. نگران این بود که پادشاه ایران خورده هی میخواست بیشتر میخواست. به امریکا رو قانع کرده بود که ایران بهترین سد برای پیشروی شوروی به سوی خلیج فارس و گرفتن شریان حیاتی انرژی جهان. خاطرون باشه که در اون زمان انرژی که از خلیج فارس میرفت بیرون، نفت بیشتر از 70% نفت دنیا. مثلا نفت اون موقع اهمیت زیادی داشت. مثلا بحث انرژی‌های جدید و نمیدونم چیزایی که الان مطرح هست هم نبود. نفت حداکثر اهمیت داشت و 70% هم یا شاید بیشتر از خلیج فارس خارج میشد. الان شده حدود 30%. ولی اون موقع یعنی اگر در خلیج فارس اتفاق کوچیکی میافتاد دنیا به هم میریخت. و اینو خب امریکایی خیلی نگران بودن که اگه شوروی نکنه، چون سابقه‌اش هم داشت، یه حمله سریع عجیب غریب به ایران بکنه و همونطور که به لهستان و به جای دیگه کرده بود، مجارستان. و برای این کار همیشه نگران بودن. پادشاه اینا رو قانع کرده بود که ارتش ایران باید انقدر قوی بشه که بتونه 3 روز در مقابل قدرت شوروی مقاومت کنه تا امریکا به دعوت ایران بتونه بیاد خلیج فارس و کمک بکنه برسونه به ایران. این دکترین ایران بود، دکترین دفاعی ایران، دفاعی پادشاه ایران و امریکا، که اونام قبول کردن این قضیه. برای همین بود که حالا این یه همچین قراردادی وقتی بود، چرا سال 56 و 57 امریکا توافق کرد با بقیه که رژیم در ایران باید عوض بشه؟ الان بهتون میگم چرا. برای اینکه این توافق رو ما میدونیم که دنیای غرب تمام اصولش بر اساس به اصطلاح بیزنس میچرخه. اینترست، منافعش. و برای اینترست اینا معمولا 2 تا قطب داره، یکی نفت و یکی اسلحه. این 2 تا دنیا رو امروز دارن میگردونن، از اون روز میگردونن، امروز هم میگردونن. منافع این 2 تا انقدر بزرگه و انقدر عجیب و غریب زیاد هستش که اینا هم تمام سیاست دنیا رو دیکته میکنن. کشورهای شرکت‌های نفتی تو ایران شروع کردن احساس خطر کردن. برای بعد از اینکه شاه گفته بود تحریک نمی‌کنه. پادشاه ایران تاریخ هم معلوم کرد، گفت سال 79 دیگه ما این قرارداد تمدید نمی‌کنیم، خودمون تولید می‌کنیم. و خب سال 79 ما دیدیم که موقعی که قرارداد تموم شد اتفاقاتی افتاد. اینا دیدن که خب ایران شروع کرده اینه که منم می‌خوام قاطی کلاه بزرگا بشم، منم می‌خوام جزو 5 تا و 6 تا بزرگا بشینم و امکاناتش هم دارم، تاریخش هم دارم، همه چیزم دارم. چرا که و این مسائل پیش اومد که بهش میرسیم. این مسائل پیش اومد. خود دربار، حالا تا جایی که شما اطلاع دارید، پدرتون میمد خونه تعریف می‌کرد یا بعداً براتون تعریف کرد یا اون روزا خودتون شاید رفت آمد داشتید، تو خود دربار نگاه به این مسئله چه بود؟ یعنی خود شاه این تحولات سال 57 رو در چه جهتی میدید؟ خارجی‌ها رو توش دخیل میدید؟ پادشاه ایران تحولات رو مطلقاً از چشم خارجی‌ها میدید. و هم در پیرو هم صحبتی که من باهاتون کردم فکر می‌کرد که اینها تصمیم گرفتن که ایران زیادی جلو اومده و ممکنه بشه نمونه‌ای برای بقیه کشورهای نفتی که اونها بخوان جا پای ایران بذارن.
و بعد به نتیجه اقتصاد غرب به هم میخوره. و این تحلیلی که داشت بر اساس فکت بود، بر اساس وقایع بود، یا فکر می‌کنید تصورش بود؟ اگر پادشاه ایران میگفت حتما بر اساس فکت بوده، برای اینکه تمام امکاناتشو داشت برای اینکه اطلاعاش هم پیدا کنه داشته باشه از جای مختلف. و در این حال پادشاه وقتی دید که در داخل ایران هم اینها تونستن دخالت کنن و یواش یواش کاری که از سال قبل شروع کرده بودن، یعنی شروع کردن خراب کردن اعتبار پادشاه ایران، شروع کردن به اینه که ساواک سازمان وحشتناک عجیب غریبیه و اینه که هر روز 150 نفر میکشه و نمیدونم اینا رو چیکار من در یادداشتتون بهش اشاره کردید که در این سالهای آخر به خصوص در غرب مطبوعات یک دفعه‌ای بسیج شدن علیه اینکه در ایران به هر حال دیکتاتوری هست و حقوق بشر رعایت نمیشه. این هم در واقع پارت همون پروژه، یعنی بخشی از همون پروژه. تمام اینها جزء پروژه‌ای بود که شرکت‌های نفتی درست کردن برای اینی که بتونن کاری کنن که کسی که سردمدار استقلال خواهی بین کشورهای نفتی بود و بزرگ خواهی و زیاد خواهی، اینا یه جوری ساکت کنن که هیچ کس دیگه هیچ روزی هوس نکنه واسه این قضیه دنبال همچین داستانی بره. و برای این کار دست به دامان انگلیس‌ها شدن و انگلیس‌ها هم شروع کردن تو این قضیه وارد شدن و چون از قدیم تو ایران جاپاشون سفت بود اونها، منتها همونطور که شوروی شبکه زیرزمینی کمونیستی داشت، اونها هم شبکه‌های آخوندی داشتن و مذهبی و این خب همه تو ایران هم معروفه به این قصه از قدیم. شروع کردن از این راه وارد شدن. خب برسیم به اون بخش اصلی گفتگو که حالا یه پرانتز اینجا باز کردیم راجع به اون تحولات و خاطرات خود شما صحبت کردیم. برسیم به اون در واقع هدف نهایی شوروی که شما معتقدید، حالا بر اساس اسنادی که مطالعه کردید، این بودش که امریکا رو برای همیشه از ایران بیرون بکنه و طرحش هم در واقع گروگانگیری سفارت بود. خب برای این قضیه وقتی دید که ایران بلبشو شده، شلوغ پلوغ شده، که خودش هم به شکل توش دخالت داشت، این دید که موقعیت تنها حالاست یا هیچ وقت. این فقط یه لحظه است که این لحظه که بگذره ممکن دیگه تکرار نشه. حزب 6 تا خیلی ساده بود. یه شما کافیه که 5-6 نفر رو جمع کنین با که چپی هستن یا کمونیست هستن و اینا رو که خودشون لازم خبر داشته باشن چیکار دارن میکنن. با یه فقط کافی رئیسشون بدونه. اینا رو شما از دیوار سفارت می‌رسین بالا. میرن دیپلمات‌ها رو برای اولین بار در تاریخ گروگان میگیرن، میارن بیرون و بعد با همکاری یکی دو تا آخوند خیلی متنفس که در اون موقع با اینا همکاری داشتن، یه کاری میکنن که رژیم هم نتونه اینها رو برگردونه و منتفی بکنه کارش. اون که 2 بار تلاش شد دیگه، خودتون در جریانه. یه بار چند روز بعد انقلاب شریکای فدایی گرفتن که خود خمینی دستور داد یزدی رفت و که عکس معروفی هم با سالیوان داره تو حیاط سفارت و چند ماه بعدش دوباره این طرح اجرا شد. وقتی که اجرا شد، این بار فکر می‌کنید که یه سری آخوندها در درون رژیم نفوذ داشتن که اینو نذاشتن این دفعه نداشتن. این اون موقع در جریان نبودن، همکاری نکردن. آخونده وظیفه‌ش این بود که نذارن خمینی با این کار مخالفت بکنه. اینا وقتی این کار انجام شد، مشخصا یکیشون موسوی خوئینیا هست دیگه که ازش من ترجیح اسم نگم بگه خیلی ها خودشون میدونن که کی از کی نیست. به هر حال این داستان که پیش اومد، خمینی مخالفت نه تنها نکرد بلکه گفت یه انقلاب دومی است که پیش اومده. از اون موقع تا حالا با تقریبا بدون هزینه شوروی اون روز تونست با این شگرد سیاسی و جیمز باندی تونست که پای امریکا رو برای همیشه یا حداقل برای 40 و چند سال تا حالا از ایران ببره و ما دیگه با امریکا رو یکی تازه در واقع تنها ابرقدرتی شد که به هر حال در عرصه سیاست ایران و هر چقدر به خصوص در دوران رهبری خامنه‌ای این داره این نفوذ به مرور بیشتر هم شد. آقای شفا، فروپاشی شوروی و بعد روی کار آمدن در واقع پوتین، یعنی تشکیل فدراسیون روسیه، حالا اون یلسین که دوراش خیلی دوران موقتی و خیلی باثباتی نبود، مشخصا از زمانی که پوتین قدرت رو در دست گرفت، سیاست مسکو در قبال تهران دچار چه چرخشی شد بعد از فروپاشی شوروی و اومدن پوتین؟ شوروی سابق که بعد تبدیل به روسیه شد، اینها چیزایی که به ارث بردن، یکیش این نتیجه بود که کاری بود که تو ایران انجام شده بود، به نتیجه امریکایی در کار نبود و ایران مونده بوده مقدار زیادی سانکشن‌های امریکا روش و شوروی که تو ایران یک کتاز شده بود اونجا. اینا از این موقعیت بهتر دیگه نمی‌تونن پیدا بکنن. اومدن اونجا منتها شوروی روسیه، خاطرمون باشه که روسیه جدید نه امکانات شوروی رو داشت، نه قدرتش داشت و نه امکاناتشو برای اینکه
الان روسیه امروز هنوز که هنوزه با نفتش زندگی میکنه، یعنی عین ایران. اگر نفتش نباشه هیچی نداره. شما در تمام دنیا بگردید یه دونه میخ ساخت روسیه پیدا نمی‌کنید، هیچی تو بازار نیست. به نتیجه اینا یک صنعت فضایی دارن، یه نظامی و همین، و بعد نفت و گاز طبیعتاً بعد، یعنی انرژی. این روسیه در اون موقع نمیتونست از نظر مالی بتونه به خودش اختیار این بده که ایران بگیره و نه اینه که به هر حال دنیای غرب بهش اجازه میداد. فقط چیکار کرد؟ یعنی در واقع به همون سیاست ادامه داد. یعنی اینکه ما تلاش کنیم اینا با آمریکا کنار نیان. کنار نیان و روسیه هم برای میدونید روسیه غیر از اینکه الان در تمام ارکان ایران نفوذ داره، از ارکان اطلاعاتی تا نظامی تا غیره و صنعتی نفوذ داره، به تعداد بسیار زیادی کارشناس تو ایران داره، به اسمای مختلف تو ایران داره. اینا غیر از اون اینا تقریبا سیاست خارجی و اقتصادی ایران هم اداره میکنن که الان کماکان. و اتفاقا سوال بعدی من همینه. حالا برسیم اون بحث ساخت نیروگاه بوشهر رو، اون میلیاردها دلار هزینه اضافی که از ایران برداشتن و تأخیرش، اینا که به هر حال همیشه در خبرها بوده. برسیم به برجام. مشخصا معتقدید در یادداشتتون که برجام در واقع همواره مورد مخالفت مسکو بوده. چرا؟ یعنی چرا اگر مورد مخالفتش بوده چرا در نهایت در برجام شرکت کرده؟ چجوری برجام در ابتدا شکل گرفته؟ حالا قبل از اینکه به دوران ترامپ بپردازیم، به اون دوران اوباما که برجام امضا شد، نقش روسیه تو اون 2-3 سال مذاکرات چه است؟ در اون زمان ولی روسیه اشکالش این بود که زورش نمیرسید که جای امریکا رو تو ایران پر کنه، نه از نظر مالی نه اقتصادی، و به نتیجه نمیتونست با برجام مخالفت بکنه به طور کامل. یعنی وقتی تحریم ها شد نتونست اون خلأ رو پر بکنه. و چیکار کرد؟ با شروع کرد قدم به قدم ذره ذره با برجام موافقت کردن که بتونه در هر زمانی یه خود آوانس بده، جای پاشو 2 مرتبه صفر کنه، با آوانس بعدی رو بده که کنترل دستش در نره. برای همین داستان اینا رفتن وقتی به با ایرانی‌ها صحبت کردن، با اوباما به توافقی رسیدن. این طبیعتا یه لقمه برای امریکا که نمیتونه ازش بگذره و حاضر نیست تقسیم کنه با کسی. روس‌ها توش نیستن برای اینکه اون اصلا امکاناتش ندارن. ولی با اروپایی مثلا 10% هم به اروپایی برسه اشکال نداره، ولی 90% این بازار رو امریکا میخواست. رژیم ایران هم هیچ حرف نداشت که امریکا بیاد تو ایران این کارا رو بکنه با پول خودش، و در این حال باعث که اینا سر کارشون بمونن و بتونن ادامه بدن. اصلا وعده اوباما بهشون وعده اوباما این بود بهشون، با توافق کردن شما بمونید سر کار، ما براتون پیشرفت عمل می‌کنیم، ولی در این چند هزار میلیارد بدیم به ما. خب این کارو قبول کردن، ولی این قسمت نبود که بشه تو قرارداد نوشت، قسمت شفاهی بود، با هم توافق کردن. اینو روسیه خبر نداشت ازش. اینا خیلی با ظریفانه این کار انجام دادن آقای ظریف و این توافق شد. استنادتون به چی هست وقتی این صحبت میکنید که شفاهی؟ یعنی در جایی خوندید؟ یعنی اینا در خود امریکا در خیلی مطالب در اومد راجع به این که چجوری صنایع امریکا رفتن به ایران، شرکت درست کردن، کارا کردن و بعد دومش کشور کولش رو برگشتن. تو مقالتون هم اشاره کردین چند تا شرکت ثبت شد دقیقاً آمریکایی؟ در طول 25 روز 125 شرکت امریکایی تو ایران ثبت شد و 5 تا شرکت اروپایی، و بعد اینا همشون دومش مشترک کولشون رفتن طبیعتاً برای اینکه گفتن نشد. پس در واقع یک بار دیگه روسیه، حالا روسیه امروز یا شوروی سابق، نقشش رو اینجا ایفا کرد در به هم خوردن این توافق، برای اینکه دوباره این ریسکی که امریکا وارد بازار ایران بشه از بین بره. کاملا روسیه کاری که کرد این بود، یا آقای پوتین به آقای خامنه‌ای خیلی مشخصا، اینو من فکر می‌کنم به حتما به اون گفته که این من موافق نیستم، به قول روسای نیت گفته بهشون، و اینها کاری که کردن آقای خامنه‌ای رفت پشت بلندگو و گفت که امریکا هیچ تقدمی تو ایران نداره، بازسازی ایران میره تای خط وای میسه. از اون روز شد که شرکت امریکا جمع کردن رفتن و پای امریکا آقای ترامپ وقتی سر کار اومد، اگر خاطرتون باشه، اولین حرفی که زد هیچ وقت نگفت که این قرارداد من مخالفم، گفت it was a bad deal، این معامله بدی بوده و ما در این معامله برنده نیستیم. این اون چی می‌خواست؟ این اون 2-3 هزار میلیاردش می‌خواست، نه اینه که رژیم سر کارو. هیچ وقت یک بار اصلا علنی دونالد ترامپ گفت که ما این توافق کردیم و الان اروپایی‌ها و روس‌ها و چینی‌ها دارن سودش رو می‌برن. دقیقاً. خودی همون بحبوحه این بودش که رنو و کمپانی‌های فرانسوی و ایرباس و اینا داشتن با ایران توافق می‌کردن. کاملا. خب
حالا به آقای ترامپ میرسیم به خاطر اینکه بله. از برجام بیرون اومدن و دوباره مذاکره رو شروع کردن الان خودش یه بحث مهمه. نقش چین رو کجا می‌بینید این وسط در کنار مسکو؟ ببینید چین در اون زمان تازه یواش یواش در زمانی که انقلاب ایران شد که هنوز خیلی قدرت بزرگی نبود. نه. هنوز توی همین 15 سال این 15 سال اخیر چین همیشه دلش می‌خواسته که در ایران جاپا باز کنه. چرا؟ به خاطر منابع ایران، منابع طبیعی ایران. چون چین نداره منابع طبیعی. برای همینم تو افریقا الان اینقدر زیاد به اصطلاح اونجا چیز هست، در تکاپو هستش. میخواد در ایران سابق منابع زیرزمینی خیلی خیلی وسیع هست از همه نظر، چون کشور کوهستانی هستیم و چین خیلی دلش میخواست تو ایران بیاد، این کار رو بتونه جاپا باز کنه، ولی به سیاست ایران کاری نداره. چین هیچ جا به سیاست کار نداره، برای اینکه اصلا چیز نیست. دنبال اون چند هزار میلیارد. دور اون چند هزار میلیارد. ولی خب به نوعی به دست آورده دیگه. الان این توافق 25 ساله استراتژیکی که با رژیم بستن و این معاملات و مراوده هایی که دارن به هر حال نشون میده که به هر حال تا حدودی حداقل به اهدافش رسیده. تا حدودی در غیاب غرب، در غیاب امریکا و غرب. در غیاب غرب همینطور دقیقاً در غیاب غرب خودتون هم اشاره کردین روسیه هیچ وقت نمیتونه اون خلأ رو پر بکنه از نظر صنعتی، تکنولوژی و مالی. روسیه اقتصاد بزرگی نیست. نه، روسیه نمیتونه از نظر مالی پر کنه، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر صنایع. چون گفتم هیچ. حالا اینجا یه سوال پیش میاد. پوتین چجوری اجازه داده پکن این سودو ببره؟ خب اینجا ببینید وقتی که مسئله منافع لاف ملا پیش میاد همه با هم کنار میان. رقبای سابق روسیه و چین همیشه رقیب هم بودن، هیچ وقت با هم توافق نداشتن و با هم دیگه همکاری نکردن مگر در یه جا در ایران امروز. یعنی چیکار کردن؟ گفتن که یه مقدار ایران صنایع احتیاج داره و زیربنای اقتصادی، اینا رو ما نداریم بدیم بهش، ولی چین داره. ایران در ضمن یه کشوریه که جای خیلی مهمی از نظر سیاسی برای شوروی و برای اینکه جاپا داشته باشه اونجا از نظر موقعیت به اصطلاح جغرافیایی و این برای شوروی بهترینیه که من مملکت دارم، تو هم بیا خرجشو بکنی، چیزایی که میخوای بردار برو، پولتام بگیر، پولتام مال خودت بردار، یه سری به ما بده. طبیعتا قاعدتا باید یه سری به اینا برسه. اینجا شد که این دوتا دشمن همیشگی همدیگه با همدیگه سر لاف مولا دعواشون کشتن کتار. خب از چین بگذاریم برسیم به دونالد ترامپ. از برجام اومد بیرون، تصمیم به قول معروف انقلابی بود، کسی فکرش نمی‌کنه. خود ظریف یه ویدیو ازش هست توی جمعی نشسته میگه امکان نداره دولت جدید امریکا همچین تصمیمی بگیره و اینا، ولی این کارو کرد در نهایت و تحریم‌ها با شدت بیشتری این بار برگشت. به قول نفر میگفت آقای اوباما درا رو بسته بود، پنجره‌ها باز بود، این دفعه هم درا بسته شدن، پنجره‌ها، یعنی هیچ راه فراری از نظر مالی برای جمهوری اسلامی باقی نگذاشت. توی این در واقع 3-4 سال دوم دولت روحانی که ترامپ از برجام اومد بیرون و الان که بایدن اومده سر کار و مذاکرات احیای برجام که طبیعتاً بعیده به جای خاصی برسه طبق اخباری که هست، توی این چند سال نقش روسیه رو کجا می‌بینید؟ ببینید از وقتی که ترامپ اون قرارداد رو پاره کرد و فشار رو ایران به قول خودش فشار حداکثری گذاشت، برای چی؟ برای اینکه دو مرتبه بیان پای میز مذاکره که دو مرتبه معامله رو درست بکنن این دفعه. بعد که آقای بایدن سر کار اومد، آقای بایدن همه امیدواریش داشتن مخصوصا تو ایران این بود که ایشون درا رو باز کنه غیره، که اشکال سر باز آقای پوتین بود که میگفتش که نه اصلا این خبرها نیست، نمیشه. برای این چین آورد. اگه خاطرتون باشه چین بعد از این وارد شد. رژیم زیر کنترل کامل شورویه و میدونید که روسا اغلب روششون از قدیم با بقیه فرق می‌کرده. تخصص اوناست که یه چیز اتمی بدن یا یه چیز خداش می‌ریزن کار این گروه. و خب اینا حتی از جون خودشون میترسن، از روسا میترسن، چون اینا همه جا نفوذ دارن تو مملکت ما الان و الان عملاً کنترل دارن. نمونه کامل نفوذش حالا اینا که تحلیل‌های شما هست، ولی یه چیزی که به هر حال خیلی فکت هست و ثابت شده است در مسئله اوکراین، به محض اینکه به هر حال این تحریم‌های شدید علیه مسکو اعمال شد، توی برجام گفت تا این تحریم‌ها رو برندارید ما تو این توافق هم رأی نمیدیم. یعنی یه جورایی دست جمهوری اسلامی رو تو پوست گردو هم گذاشت توی وین. تحولات اوکراین رو چقدر مؤثر می‌دونید روی کردی که روسیه داره نسبت به تهران؟ پوتین الان پوتین 5-6 ماه پیش نیست. بله. خب این پوتین ضعیف شده در واقع با روبل سقوط کرده، با بازار سهام ساقط شده، با صنایع بسته شده، چه تأثیری داره روی تحولات جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اصلا چقدر این خطر رو الان حس کرده که ممکنه پوتین اصلا یه سال دیگه نباشه؟ به جمهوری اسلامی
الان در حال حاضر من نمیدونم در چه فکری است، ولی اونه که مسلمه اینه که همونطوری که شوروی در اون موقع تصمیم گرفت که ایران امریکا رو از ایران یا حالا یا هیچ وقت میتونه بیرون کنه و بیرون کرد، ایران هم الان شاید ما در یه همچین مرحله هستیم. انقدر بعض الان همونطوری که همه شما خودتون بهتر میدونید و همه میدونن، اونایی که تو ایران هستن از همه بهتر میدونن، وضع خرابه که من اصلا نمیدونم واقعا چقدر مدت دیگه میتونه ایران دوام بیاره. ما نه پول داریم نه زور داریم برای پیدا کردن راه حل بر مسائلمون، و پولمون دست امریکاست، زورم دست روسیه است. ایران بعد همین شده که بین چکش و سندان همینه، از هر طرف ضربه بیاد ایران دو طرف تو سری میخوره، یعنی هم از طرف غرب هم از طرف شرق، و این متاسفانه در مخمسه گیر کرده که این بار به نظرم دیگه حتی جمعی آخوندا و ابنیه هم نتونه از پسش بر بیان. تنها راه ایران امروز شاید این باشه که یه نهضتی، حالا نهضتی مردمی، حتما باید مردمی باشه. پدر من همیشه اعتقاد داشت که در یه زمانی که ایران احتیاج پیدا کنه، فرشته نجات ایران که سیمرغ باشه پیدا خواهد شد و اون رهبری میکنه. دوباره از خاکسترش بلند میشه. بارها در تاریخ این اتفاق افتاده. اگر در ایران باید اتفاقی بیفته که به خاطر این آزادی ایران هدفش باشه و به نتیجه دو مرتبه بازسازی ایران باشه، الانه، حالاست یا هیچ وقت، چون الانه که روسیه در ضعیف‌ترین موقعیتشه و این چند ماه آینده روسیه بازم ضعیف‌تر خواهد شد. آقای شفا، سوال آخرم از شما یک جنبندی هست. به هر حال هر صحبتی که ما کردیم نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم یک تحولی هست در ایران به اسم انقلاب اسلامی. در یادداشتتون نوشتید که قابل پیش بینی شاید بود اما قابل پیشگیری در هر حال نبود. خیلی‌ها دارن میگن اگه اینجوری میشد انقلاب نمیشد، اینجوری میشد انقلاب نمیشد، قابل پیشگیری نبود. چرا به این جمله معتقدید؟ من بذارین ترجیح میدم اینو با یک خاطره‌ای برای حسن ختام تموم بکنم از طرف خاطره‌ای که مربوط به پدر خودم میشه. زندگی شجاع‌الدین شفا. در زمان جشن‌های شاهنشاهی ایران یک آقایی به اسم جورج بال که این مشاور پشت سر همه 4 تا رئیس جمهور امریکا بوده، ایشون در یک مقاله‌ای نوشت خیلی تند و تیز علیه ایران که پسر یک قزاق بی سواد میخواد در ایران به خود اجازه بده که جشن 2500مین شاهنشاهی ایران بگیره، و در این جشن ملکه ایران به خودش اجازه داده که از الماسی استفاده کنه رو لباسش به اسم دریای نور که این الماس از خزانه جواهرات هند دزدیده شده. پدر من یه رئیس بخش فرهنگی جشن‌ها بودن دیگه. پدر من رئیس بخش فرهنگی جشن‌ها بود و خب آقای بالم میشناخت. یه جواب روزنامه سرباز برای اینکه در امریکا چاپ بشه در بننده که از این روزنامه‌های مهم امریکا از کدومشون بود و چاپ شد. بله که گفته بود که من آقای بال، من از شما یک سوال دارم و یک درخواست. سوال من اینه که چطور دولت امریکا میتونه مراسم 250مین یا 200 سال تأسیسش رو جشن بگیره با هزینه $2 میلیارد و در این جشن نجوای جامعه امریکا شرکت کنند. این نجوای امروز امریکا از نسل اون 700 نفر قاتل و آدمکشی هستند که دولت وقت انگلیس این برای اینکه از شرشون خلاص شه توی کشتی گذاشت و به سرپرستی سر ادوارد هالی اینا رو فرستاد به امریکا، به سرزمین. اینو نوشتن و چاپ شد. اون نوشتن. و در غیر از اون در ضمن یه درخواستی هم دارم برای ملت فضول ایران، توضیح بدید، جهان سومی ایران و فضول توضیح بدید که چطور ملکه ایران نمیتونه از این الماس که از خزانه هند دزدیده شده استفاده کنه، ولی اولی‌حضرت ملکه انگلیس میتونه از الماس دوقلوی این به اسم کوه نور که این بار هم از خزانه هند و هم از خزانه ایران دزدیده شده، 2 بار دزدیده شده، این رو تاجش بذاره و هیچ کس هم ایراد به این داستان نداشته باشه.
این خیلی سر و صدا کرد. این نامه‌ای که خیلی سر و صدا کرد اون موقع با آقای بال دیگه تعطیل کرد، دیگه نوشته نیومد از ایشون بعد از این داستان. در واقع می‌خواید توضیح بدید با این خاطره که این یک تصمیمی بود که برای ایران گرفته شد و اجتناب را خود همین آقای بال گفته بود که در کتابی که نوشت بعدش که الان همه میتونن بخونن بخونن، نوشت که پادشاه اینو میخواد وارد کلوب بزرگان بشه و نمیدونه که تو این کلوب ما کسی رو راه نمیدیم توش و این میخواد اگر چیز با پادشاه ایران عاقل بود و همون رول پادشاهی که پادشاهان قاجار داشتن رعایت میکرد، هیچ کس به کساش بهش کاری نداشت. با این ترتیب عاقبت خوشی نخواهد داشت. مرسی از شما جناب شفا که تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید. متشکرم.